سلام خدمت شما دوستان عزیز. در خدمتتون هستم با محصولات ارتوپدی. یک نمونه کار دیگه هستش در مورد هالگوس والگوس انگشت شسته که انحراف رخ میده. یک نمونه پد سیلیکونی هست برای شست پا که از جلوگیری میکنه از انحراف پا و باعث میشه انگشت شست رو تو راستای خود استخوان قرار بده و اجازه چرخش نده و رو بقیه انگشت ها بشینه و قسمت که انگشت شسته و برجسته میشه و ضربه داخلش زده میشه ایجاد درد میشه. این کمک میکنه محافظ اون قسمت باشه. این پده فعلا محصول خیلی خوب و پیشرفته ترینشون بوده. هستیم در خدمتتون اگر که نیاز داشته باشید. یک نمونه پد سیلیکونی مخصوص خار پاشنه است که داخل کفش استفاده میشه. هیل پد سیلیکونی بهشون میگن که اگه التهاب پیدا کرده باشه اون خار پاشنه ملتهب شده باشه ایجاد درد بکنه، اینو تو کفش میتونید بذارید استفاده بکنید و اون جلوی التهابشون میگیره. یک پد سیلیکونی دیگه هستش که برای کفش های مجلسی استفاده میشه به دلیل اینکه کفش بسیار کشیده هستش و ظریف هست و پا داخلش سر میخوره. یک نمونه پد سیلیکونی کف برای اون کفش های مجلسی ساخته شده که پا رو روش بذارن و باعث لیز خوردن جلوگیری لیز خوردن پا بشه. در خدمتتون هستم با سری جدید. خدمت شما میرسیم با محصولات دیگه.